آقا اینی که ببینی با لباس من ست کرده قورباغه است. میخوایم بریم علی آقا بخوره. گفتم قبلا خودم خیلی خوشمزن، اما ما گو بخورم قورباغه بخورم. اینا همه تعجب کردن. خب بریم، نو پرابلم، یک بوتل بریم علی آقا بخور ببینیم چی میگه. علی حاجی میگم جون تو قبلا چیز کردم خیلی خوشمزن. بریم واسه بریم. جان عزیز دینو خوردی؟ میگم مردون جون تو. من از تو رفیق عزیزتر که ندارم. میگم خوردم. بعد من از بچگی عاشق رون بودم، ولی رون مرغ نه رون قورباغه. حاجی یه امشبی تست کن، یعنی من اگه بد بود با من قورباغه. و اما قورباغه خوشمزه نوش جونت به خدا. اگر اشتها داشتم خود من میخوردم. یعنی واسه من قورباغه سوار شدی، واسه خودت گوشت خوک؟ نه گوشت حاجی گوساله است. آره نه گوشت گوساله است. جدی میگم گوشت گوساله است حاجی. دوست دارم تو تستش کنی. میگم خوردم جون تو خیلی خوب بوده. نه کامل رونشو بکن کامل. کلش اگه بدونی چقدر خوشمزه. برو باز تستش. خدایا برو تست گوشت قورباغه چطور طعمش؟ من عاشق رونم. عاشق رونه. بخوریم چجوریه. برو قبلا رون مرغ می‌خوردم. خوشمزگیش حاجی تو کمرش. باید کمرش بخور. سری رونه بخور. سس بهش زدی؟ سس هم بهش بزن. وای حالم بد شد. سگ گوشت قورباغه میخوره لامصب. چطور خوشمزه؟ چیه تند بود؟ جدی؟ دوست داشتی یا نه؟ حاجی ما به قبر پدر بزرگم بخندم همچین جونه بری بخورم. سگ قورباغه میخوره.